زیست و دوام این محیط زیسته که با یک پارچگی باید حفظ بشه. این خاک مال مردم ایرانه، نباید ایران رو از ما بگیرن. هیچ خاکی رو، نه فقط بنا بلکه هیچ جای دیگه رو. تمام ایران سرای ماست، زن و مرد یک پارچه با هم باید ایران رو از دست اهریمن نجات بدیم. با پدرم اینجا شرکت کردم. باید جنگش میگفت که با دوش به دوش مردان میرفتن و میجنگیدن و ما امروز زنای اصیل این استان دوش به دوش مردامون تو این تظاهرات شرکت کردیم تا حقمون که حق طبیعی ماست رو پس بگیریم و حتی یک وجب کوچیک از چیزی که حق طبیعی ماست، اصالت ماست رو به دست کسی نمیدیم و من امروز با لباس اصیل خودم اومدم اینجا تا مهر تاییدی باشه بر این اصالت و اینکه چقدر ما محکم پشت چیزی که میخوایم